تاریخچه 25 نوامبر روز جهانی مبارزه برای منع خشونت علیه زنان به فعالیت سیاسی 4 خواهر میرابال علیه دیکتاتوری جمهوری دومینیکن و مشخصاً مخالفت با دیکتاتور وقت رافائل تروخیو برمیگرده. این تاریخ یعنی 25 نوامبر هر سال به خاطر قتل وحشیانه خواهران میرابال فعالین سیاسی جمهوری دومینیکن به روز مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده و شورای عمومی سازمان ملل متحد هم در 17 اکتبر 1999 نامگذاری این روز رو به عنوان روزی جهانی تصویب کرد. هر ساله از این روز تا 10 دسامبر یعنی روز جهانی حقوق بشر 2 هفته نارنجی به بستری برای فعالیت‌های گسترده برای مبارزه علیه خشونت علیه زنان تبدیل میشه. مبارزه برای منع خشونت علیه زنان در سطح دنیا امروز بیشتر متمرکز بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی علیه زنان که از خشونت خانگی رو شامل میشه تا موارد نظیر خشونت‌های جنسی، جنسیتی و در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی. اما وقتی این روز جهانی وارد ایران میشه رنگ و بویی سراسر متفاوت پیدا میکنه، کاملا سیاسی میشه و به مناسبتی برای تقابل جدی زنان و کلیت نظام جمهوری اسلامی تبدیل میشه. منشأ اصلی این تفاوت بین ایران و سایر نقاط دنیا اینه که زن ستیزی در ایران گرچه در نگاه اول به نظر صدها تاریخ مردسالاری و مذهب ضد زن اسلام و اینجور چیزا به اون مربوط میشه، اما در واقع به این دلیله که ضدیت با زنان و خشونت علیه اونا در شکل یک حکومت عینیت پیدا کرده که با تکیه بر تمامی ابزارهای سیاسی، سرکوب، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشیش دائما در تلاش تا زنان رو از حقوق ابتدایی و انسانی خودشون محروم کنه. به عبارت دیگه شاید بشه گفت در ایران خشونت علیه زنان زائده یا بیماری نیست که باید درمان بشه، بلکه اساس و بنیاد سیستم حاکمه. خشونت علیه زنان اصل و ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک حکومتیه که برای بقای خودش از روز اول سرکوب زنان رو به جدی‌ترین شکلی در دستور کار خودش قرار داده. همین مسئله اتفاقاً باعث شده که برخلاف دیگر کشورها جنبش برای رهایی زنان در ایران خصوصاً در سالیان اخیر به عمیق‌ترین شکلی با مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی گره بخوره و این باور عمومی ایجاد بشه که کوچکترین تغییری به نفع زنان مشروط به مبارزه برای به زیر کشیدن حکومتیه که خودش ریشه تمامی خشونت‌ها علیه زنانه. تکامل چنین باور و گفتمان عمومی به صریح‌ترین شکلی در شهریور 1401 و با آغاز انقلاب زن زندگی آزادی متبلور شد، به گونه‌ای که نه فقط مسئله و مطالبات زنان جرقه و مبنای شکل‌گیری اعتراضات سراسری در سطح جامعه بود، بلکه حتی زنان نیروی انسانی اصلی و فعال در اعتراضات انقلاب زن زندگی آزادی در همه سطوح اون بودن. انقلاب زن زندگی آزادی از این زاویه شاید بشه گفت طغیان زنانه یک جامعه علیه بیش از 4 دهه زن ستیزی جمهوری اسلامی بود.